جسد ستار کریموف معروف به مخصومی ستار که در آشوب شب 19 می در زندان کیرپیچنی واقع در شهر وحدت کشته شد، بعد از ظهر 20 می به پیوندانش در شهر دوشنبه رسانیده شد. پیوندان مرحوم مخصومی ستار گفتند ضمن شناسایی جسد در بدن او پی زخم کارد را دیدند و به نظر می رسد این زخم ها هم سبب مرگش شده است. در تناش زخم بسیار دیده میشید. همین اینجا هم پای کارد بودن، اینجا هم کارد داشتن، اینجا هم اجازه دگی بود. به قول پیوندان مخصومی ستار تا زمان وقوع حادثه اسیان در زندان مرحوم تقریبا 2 ماه به این سو در قسم طبی بستری بود. از 2-3 ساعت پیش به فکر ما پیش این حادثه شدن صحبت کرده بودیم. روز چهارشنبه هم که در ماه رمضان افطار داشتن، گفته بودن خبررسان ما کرده بودن که روز چهارشنبه افطار داریم، یک خبر ما گیریم نمیجدا. ما هم خیال منجم دیگه که پدرمون آرام مقصد وقتی که با خودشون هم شب سنگچه زنگ زده بودن، تو خیال منجم بود که مقصد پدرمون آرام بعد که صبح رفتیم دیگه اینا با سایت‌های شما خبر دادن که پدرمون به شهادت رسوندن دیگه هیچ دیگه. مراسم ویدا با مخصومی ستار در منزل زیستش در کوچه ابای محله معروف با یکم سویتسکی برگزار شد. در مراسم ویدا تعداد زیادی نزدیکان و پیوندان و همسایه و یار و دوستان شرکت داشتند. ترتیبات در مراسم جنازه را مقامات انتظامی نظارت می‌کردند. نماز جنازه مرحوم مخصومی ستار در کوچه نزدیک منزل زیستش با شرکت تعداد بزرگ نمازگزاران برگزار شد. همسایه ها در تعریف شخصیت مخصومی ستار از حرف‌های نیک یادآور شدند. پدر من 2 صغیره نگاه کردند. 2 صغیره نگاه کردن، خودشون از خونشون توی کردن برو وردن، فقط یاردم میکردن، خوبی میکردن. همین میگم کم بغل باشد آدم همسایه برو وردن یگان یاردم میکردن. خوب بودن، جدا خوب بودن آدم. ستار کریموف عضو بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان سال 2015 بازداشت و برای همدستی در تبادلات حاجی حلیم 26 سال زندان شد. حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان این اتهام را ساخته می‌داند. عبدالرحیم ستار پسر ستار کریموف میگوید با مادرش باری آخر 9 اپریل سال روان با پدرش در زندان واخورد. وی گفت پدرش در صحبت از بحث با پیروان گروه‌های در داخل زندان یاد کرده بود.